بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خوشبخت‌ترین خانواده پارسایی است. خانواده‌ای که در اون همه افراد خانواده هدفشون رسیدن به رضایت خداوند منان است. انسان در مسیر زندگی تنها حرکت نمی‌کنه، خودش هست. خانواده‌اش کوچکترین بنیاد یک جامعه و همه به اصطلاح جامعه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم برحذر دارید، دور کنید. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، خود خانوادت رو بر نماز تشویق کن و در تربیت اونها صبر داشته باش، بردباری داشته باش تا اونا رو صبور بار بیاری. و مهمترین عنصر و عمود یک خانواده زن هست، چه خواهر باشه، چه مادر باشه، چه دختر باشه. زن یک خانواده بزرگترین نیروی محرکه و دینامیک یک خانواده است. اگر خدایی نکرده این زن با دنیا آغشته شد، آلوده شد به حسادت، آلوده شد به چشم خالی بودن، آلوده شد به قناعت نداشته باشن، اون خانواده راهش به ویرانی و به جهنم و به خشم الهی است. واسه همینه که خداوند متعال به خانواده های پیامبر، به همسران پیامبر میفرمایند یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و سرحکن سراحا جمیلا. ای محمد به همسرات بگو که ای زنای پیامبر، اگر شما زینت دنیا رو میخواید، مال و منال دنیا رو میخواید، بیا بهتون بدم راضیتون کنم، شما رو طلاق بدم، برید پی کارتون. چرا که دنیا پرستی، دنیا دوستی یک زن همسرش رو از عبادت درست خداوند، از دعوت، از اصلاح، از ساختن جامعه برحذر میداره. این دنیا واقعا کشنده است. دنیایی که حلالش روز قیامت حساب داره، حرامش روز قیامت عذاب داره. پس این دنیا باید درش سخت کوشید تا اون رو واقعا مزرعه کنیم برای آخرت. و مادران خواهرای بزرگ نقش مهمی دارند. و حضرت عمر توصیه میکرد اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. در زندگیتون یکم به خودتون سخت بگیرید، سخت زندگی کنید، ناز و نعمت نداشته باشید، چرا که این نعمت ها برای همیشه نیست. اونی که تو ناز و نعمت زندگی میکنه یکم سختی ببینه خودش رو باخته. اونی که در خداوند بهش داده اما یکم به خودش صبر میکنه، خودش رو تربیت میکنه، مهار خودش دست خودش هست، مهارش تو چشای مردم نیست. مردم چی میگن، مردم هر چی دلشون میخواد بگن. من باید طوری باشم که خداوند از من راضی بشه. مردم دلشون میخواد هر چه دلشون میخواد غیبت من بکنن، میخواد بد من بگن، میخواد بگن که بخیله، میخواد بگن که نفهمه، میخواد بگن که فلان افتاده است، میخواد بگن که ارزش نداره، ارزش اجتماعیش پوچه، هر چی میخواد دلشون میخواد بگن. آقا من برای مردم که زندگی نمی کنم، من برای خودم زندگی می کنم، برای آخرتم زندگی می کنم. هدفم رضایت خداوند است. رضایت مردم اومد نیومد مردم میل خودشون. من باید الگو باشم به مردم، باید یاد بگیرم که چطور زندگی کنم. بچه هامون رو خودمون رو بگیریم بریم قبرستون، ببینیم اونجا چه خبره و بدونیم که تو این قبرها وزیر و رئیس و پولدار و بی پول و همه با هم خوابیدن کنار هم تو زمین، زیر زمین همه مثل همه. اون فرق انسان ها با یکی دیگه چی است؟ اون عبادتشون، نمازشون. و از خودمون با محاسبه کنیم، هر روز خودمون رو مورد بازجویی قرار بدیم قبل از اینکه در روز قیامت ما رو مورد بازجویی قرار بدن. بیایم ببینیم چه کار کردیم، کارها و اعمالمون رو وزن کنیم. واقعا سنگینه قبل از اینکه روز قیامت وزن بشیم و در راه خدا صدقه بدیم، ایثار داشته باشیم، از خودگذشتگی داشته باشیم. هدفمون این باشه که دنیا رو به دست بیاریم، ازش استفاده کنیم برای ساختن آخرتمون. هدف رضایت خداوند و سعادت و خوشبختی در جهان برتر و بهشت برین باشه.